طوری که مشاهده شده است شماری از افراد فرصت طلب دست به دزدی و فروش پوشش فلزی آبروهای جاده‌های شهر کابل زدند. شهرولی کابل موضوع را به صورت جدی پیگیری و بررسی می‌نماید. خواهان کمک شهروندان عزیز و نیروهای امنیتی نیز در این زمینه میباشد. در صورت مشاهده خرید و فروش و یا موجودیت این جالی‌ها در اماکن نامرتبط با شهرولی کابل همکاری نموده آگاهی دهی نمایید. عاملین چنین تخلف مثل دزد، تخریب کننده و خریدار این پوشش‌های فلزی مجازات خواهند شد.